بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. مصنف رحمت الله علیه میگن که باب فی مفسدات الصوم، باب درباره مفسدات روزه، یعنی اون عملهایی که روزه رو ویران میکنه، روزه باطل میشه، روزه بیکاره میشه. للصيام مفسدات یجب علی المسلم ان یعرفها. روزه مفسدات دارد، یعنی عملهایی است که روزه رو بیکار میکند، روزه رو باطل میکند، روزه رو فاسد میکند، روزه رو ویران میکند. واجب است برای مسلمان که آنها رو داند، یعنی حتمی هست دانستنش. لیتجنبها، تا اینکه از وی دور استد، احتیاط کند و یحذر منها، حذر کند از آن عملها. لانها تفطر الصائم، چون که این عملها شخصی روزدار را روزه خور میگرداند و تفسد علیه صیامه، روزه او را فساد میکند. و هذه المفترات منها، و این چیزهایی که روزه را میشکند اینها هست. یکمینش الجماع، جماع. فمتى جمع الصائم بطل صیامه، هر وقتا که روزه دار که جماع کرد روزهش باطل میشد. ولزم قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه، و بر ذمه‌اش واجب میشد که همین روزی که جماع کرد قضا داشته میدهد. و یجب علیه مع قضائه الکفاره، و همراهی قضا، یعنی یه روز قضا میدارد با کفاره واجب میشد. کفاره چی است؟ و هی عتق رقبه، یا غلام آزاد کردن. فإن لم یجد الرقبه او لم یجد قیمتها، غلام نیافت یا پولی غلام آزاد کردن را نیافت، یا اگر غلام عموما نباشد مانند زمانه ما، فعلیه ان یصوم شهرین متتابع، در این صورت 2 ماه پی در هم روزه می‌دارد. اول غلام میکاود، غلام که نیافت بعد 2 ماه پی در هم روزه می‌دارد. فإن لم یستطع صیام شهرین متتابعین، اگر 2 ماه پی در هم روزه داشته نتواند، بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعی، به این طریقه که اگر عذر شرعی دارد، نمیتونه، بیمار است، مثلا طبیبا منع کردن که برای این روزه گرفتن واقعا ضرری جدی دارد، این آدم از جمله شخصیات های می شود که 2 ماه پی در هم روزه داشته نمیتواند، فعلیه ان یطعم 60 مسکینا، در این صورت او بر ذمه‌اش واجب است که 60 مسکین را طعام دهد. یعنی طعام 60 مسکین را خواه به 60 مسکین دهد، خواه به 1 مسکین طعام 60 مسکین را دهد، یا خواه به 30 مسکین طعام 60 مسکین را دهد، خواه به 10 مسکین. خلاصه طعام 60 مسکین بر ذمه‌اش واجب میشد. لكل مسکین نصف صاع من الطعام المأکول فی البلد، به هر یک مسکین نصف صاع از طعام اهل شهر. مثلا طعام اولین درجه شهر اگر برنج باشد، نصف صاع یعنی اطراف 1.5 کیلوگرم برنج میدهد برای هر یک مسکین. برای 60 مسکین یعنی که نصف صاعی 30 صاع میدهد. 30 صاع، ما صاع را در درس های گذشته بیان کردیم که یک چینک است که در زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن و تا حال در مکه و مدینه در بسیاری کشورهای مسلمان ها صاع و مد وجود دارد که با آن چینک های خود را استفاده میبرند. نصف صاع خیلی که گفتیم اطراف 1.5 کیلوگرم است. اینو گفته نمیشد، یک عددی معین گفته نمیشد، برای اون که چینک است. گاه ها بعضی دانه ها میشد که وزنین است، بعضی دانه ها سبوک است، بنابراین یک عددی معین را یا رقمی معین را گفته نمیشد. اطراف 1.5 کیلوگرم، نصف صاع. دومین شکننده های روزه انزال منی، یعنی نازل شدن آب منی، بسبب تقبیل او لمس او استمناء او تکرار نظر، به سبب بوسه یا به سبب قپیدن یعنی رسانیدن دست، یا به سبب طلب منی کردن یعنی منی خودش را سبب شود که برآید، یا اینکه تکرار نظر به یک صورت یا برای زن یا برای یک چیزی دیگر نظر کند تا اینکه سبب شود که منی برآید. در این حالت ها روزش فاسد میشد. فاذا حصل شیء من ذلك، یعنی آب منی که از انسان برآمد، فسد صومه، روزش باطل میشد. یعنی بدون جماع هم مادامی که
آب نطفه که از بدنش بیرون برآمد روزش باطل میشد. و علیه القضاء فقط دون کفاره، و بر ذمه او قضا واجب میشد. کسی که از او آب منی در روزه رمضان از صبح تا غروب آفتاب اگر برآمد بر ذمه‌اش قضا واجب میشد. و النائم اذا احتلم فانزل فلا شیء علیه. اما شخصی که خواب است و احتلام شد، در خوابش از او آب منی برآمد، در این صورت بر ذمه‌اش چیزی واجب نمیشد و صیامه صحیح، روزه‌اش صحیح است. لأن ذلك وقع بدون اختیاره، برای آنکه این بی اختیار از او صادر شد، این از دستی بنده نمی بیاد. او خواب بود، در خوابش شیطان در صورت زنی آمد یا یگان چیزی آمد، خلاصه از او منی با وجه دفق و شدت و شهوت برآمد. لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابه، لیکن غسل کردن از جنابت بر ذمه‌اش واجب می شود، یعنی غسل میکند، لیکن روزش نمیشکند، بر ذمه‌اش کفاره یا قضا هم واجب نمیشد، برای که احتلام از دستی بنده نیست، بنده خودش سبب نشد. اگر خودش سبب شود در این حالت یعنی هم گناهکار میشد، هم روزش فاسد میشود و همان روز باز از خوردن و نوشیدن خودداری میکند و بعد سپری شدن رمضان قضایی میدارد. سیومین شکننده های روزه الاکل او الشرب متعمدا، قصدن خوردن یا نوشیدن، لقوله تعالی و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل. بنابر قول الله تعالی در سوره بقره میگوید که الله تعالی بخورید و بنوشید تا مادامی که صبح صادق از شب برای شما معلوم شود. وقتی که بامداد که شد، صبح که در آمد، از خوردن و نوشیدن خودداری کنید. ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثانی تا شب روزه خود را دوام دهید، یعنی خودداری کنید تا در آمدن اولی شب، اولین لحظه ای که شب در آمد افطار کنید، یعنی تا همان زمان الله تعالی از خوردن و از نوشیدن ما را منع کرد. اما من اکل و شرب ناسیا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. اما کسی که فراموش خاطرانه خورد یا نوشد، این به روزهش تأثیری نمی رساند، روزهش درست است. و فی الحدیث من نسی و صائم فاکل و شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله و سقاه. در حدیث شریف خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کسی اگر فراموش کرده خورد یا نوشد حالا که او روزدار است، روزه‌اش را دوام دهد. البته او را الله تعالی طعام داده است و شراب داده است، این مهمانی از جانب الله تعالی است، مادامی که فراموش کرده خورده است یا نوشیده است. یعنی که فراموشانه اگر خورد یا نوشد روزه‌اش درست است، روزه‌اش باطل نمی شود. و مما یفطر الصائم، از جمله عملهایی که روزدار را روزه‌اش را میشکند، ایصال الماء و نحوه الى الجوف عن طریق الانف، رسانیدن آب به شکم از طریق بینی، و هو ما یسمى بالسعوط، این را در لغت عربی سعوط میگن، یعنی آب اگر از طریق بینی به شکم در آید، از طریق دهان نه بلکه از طریق بینی مثلا به شکم که در آمد روزه میشکند. و اخذ المغذی عن طریق الورید، این چونین گرفتن سوزنداروها از طریق رگهای خونگرد. و حقن الدم فی الصائم، این چونین گرفتن خون به شخص روزدار، وقتی که به بدن روزدار خون داده می شود از بیرون، این هم روزه او را می شکند. کل ذلك یفسد صومه، اینها روزه او را می شکند، لانه تغذیه له، چون که اینها غذا هست، اینها خوردن نیست، نوشیدن نیست، لیکن به معنای خوردن و نوشیدن است، یعنی فقط از راه دیگر. و من ذلك ایضا حقن الصائم بالابر المغذیه، و این چونین از شکننده های روزه هست سوزن دارو دادن با آن داروهایی که غذا دهنده هست،
یعنی به معنای طعام و شراب است، قوت میدهد برای شخص روزدار. لانها تقوم مقام الطعام، چون که او جای طعام را میگیرد. و ذلك یفسد الصیام، این روزه را میشکند. یعنی سوزنداروهایی که برای شخص بیمار غذا حساب میشد، به معنای طعام است، اگرچه از طریق دهان نیست، او به معنای غذا هست، قوت است، طعام است، بنابراین روزه را میشکند. و اما الابر غیر المغذیه، اما آن سوزنداروهایی که در ترکیب آن غذا نیست، فینبغی للصائم ایضا ان یتجنبها، برای شخص روزدار این است که واجب است که از وی هم دور ایستد. محافظة علی صیامه، همچون حمایه روزش، همچون حفاظت روزش رو برای حفاظت بهتر این است که روزانه آن سوزنداروها رو نگیرد تا اینکه روزه اش سالم ماند. ولی قوله صلی الله علیه وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بنابر قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که ترک کن آن چیزی که تو را به شبهه می اندازد به آنی که تو را به شبهه نمی اندازد. وقتی که انسان سوزندارو میگیرد در دلش غش شبهه پیدا میشد که روزم درست باشد یا نباشد، بنابراین باعثی که سببی که مجبور میکند که پرسد اهل علم را گرفتن سوزندارو یعنی اوکال اجازت هست یا نه. گفته وقتی که میپرسید این خودش شبهه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شبهه را دفع کن با آنی که تو را به شبهه نمی اندازد. یعنی به وقت شام، وقت سحری، پیش از اذان بامداد سوزندارو گرید و وقتی شام سوزندارو گرید، غالبا 12 ساعت میشد، مثلا در یک شب، در یک روز 2 مراتبه یا نصف شب اگر 3 مراتبه باشد گرید. روزه خود را محافظت کنید. لیکن اگر واقعا بیمار باشید، الله تعالی برای بیمار اجازت داده است. یعنی بیماری وزنین باشید، بیماری که برداشتش مشقت باشد، برای شما اجازت است که روزه خورید و سوزنداروهای خود را بگیرید. خلاصه مصنف میگن که سوزندارو به 2 تقسیم میشد. آن سوزنداروهایی که به معنای طعام است، یعنی غذا دارد در ترکیبش، اونا روزه را باطل میکنند. اون سوزنداروهایی که غذا ندارد، اونها روزه را باطل نمیکند، لیکن بهترش این که نگیرد. آن را به وقت صبح و پیش از صبح و در وقت سحر و به وقت افطار باقی گذارد. یعنی در این وقتهایی که روزه نیست، در همین وقتها گیرد، حرکت کرده، همچون حفظ روزه اش، همچون احتیاط. و 4مین شکننده های روزه اخراج الدم من البدن، برآوردن خون از بدن گفتن. به حجامت او فصد، خواه به حجامه باشد، خواه به از طریق رگها دادن خون باشد گفتن. او سحب دم لیتبرع به لاسعاف مریض، یا اینکه عموما خونش گرفته به شخص دیگر بیمارها داده میشد، فیفتر بذلك کله، مادامی که از بدنش خون گرفته میشد روزش میشکند گفتم. اما اخراج دم قلیل کالذی یستخرج للتحلیل، اما خونی که برای تحلیل خون کمک گرفته میشد، فهذا لا يؤثر على الصيام، این بر روزه تاثیر نمیرسونه، هیچ گپی ندارد گفتم. وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف او جرح او خلع سن، فهذا لا يؤثر على الصيام. این چنین آن خونی که بدون اختیار از بدن برآمد، مانند خونی که از بینی برآمد یا از جراحت برآمد یا به سبب کندن دندان برآمد، اینها به روزه تأثیری نمیرساند، هیچ گپی ندارد، یعنی روزش درست است. 5مین شکننده های روزه و من المفطرات التقیؤ، از جمله شکننده های روزه قی کردن است. وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا فهذا يفطر به الصائم. قی کردن شکننده روزه هست. یعنی قی کردن چی است؟ برآوردن آن چیزی که در معده هست از طعام و شراب به طریق فم، به طریق دهان قصدن. اگر انگشتش را داخل دهانش کند
یا مثلا به یک چیزی نظر کند قصدن که نظر کردن به آن چیز یا بوی کردن آن چیز باعثی قی کردن میشد، روزش میشکند. برای اینکه این آدم قصدن قی کردن را خواست. اما اگر قی به اختیار بیاید، ناخواست خودش قی آمد، در این صورت روزش درست است. اما اذا غلبه القیء، اما اگر قیء او را غلبه کند، یعنی و خرج بدون اختیار از او قیء خارج شود، بیرون برآید، فلا یؤثر علی صیامه، این بر روزش تأثیری نمیرساند. لقوله صلی الله علیه و سلم من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که او را قیء غلبه کند، یعنی به اختیار از او قیء بیاید، بر ذمه او قضا واجب نمیشد. یعنی بعد رمضان روزه داشته نمیتن، همون روزش درست است. و من استقاء عمدا فلیقضی، لیکن کسی که قصدن اگر قی کند او قضا داشته میدهد. این حدیث در سنن ترمذی و ابن ماجه آمده است. و معنی ذرعه القیء ای خرج بدون اختیاره. مصنف میگه که معنای گپی پیامبر صلی الله علیه و سلم که ذرعه القیء، قی او را غلبه کرده است، به معنای این است که قی به اختیار از او برآید. و معنی قوله استقاء تعمد القیء، معنای قولشان که استقاء طلب قی کرد، به معنای که قی را قصدن خودش برآورد، سبب شد که برآید. و ینبغی ان یتجنب الصائم الاکتحال و مداوات العینین بقطرة او بغیرها وقت الصیام. و لازم است به شخص روزدار که پرهیز کند از سرمه مالیدن به چشم و دوا کردن چشم با آن داروهایی که به چشم چکانیده می شود، یا به غیر اینها در وقت روزداریش از این نوعی داروها خودداری کند، همچون حفظ روزه خود، محافظتا علی صیامه، برای حفظ روزه خود از این چیزها هم دور استاد بهتر است کنند. ولا یبالغ فی المضمضه والاستنشاق، این چونین در وقت طهارت، در وقت گرفتن به دهان و بینی مبالغه نکند در مزمزه و استنشاق. مزمزه وقتی که به دهان آب میگیرد، حرکت کنانیدن آب در دهان، سخت حرکت نکناند که با از حلقش داخل نشود، روزهش میشکند. برای همین احتیاطکارانه دهانش را با آب چای کند و این چونین در استنشاق وقتی که به بینیش آب میگیرد، آب را به اصلی دماغش نکشد، چخیلی که در غیر رمضان این کار مستحب است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، در استنشاق مبالغه کن، وقتی که به بینیت آب میگیری سخت مبالغه کرده آب را کشین، فایده های طبی دارد و ضرر را از جسد انسان دور میکند و انسان هوشیار میشود. بالغ فی الاستنشاق، مبالغه کن، وقتی که به بینیت آب میگیری سخت آب گیر، سخت کش به اصل دماغت. الا ان تکون صائما، مگر اگر روزدار باشی این کار را نکن. گفتم لانه ربما ذهب الماء الى جوفه، احتمال هست که وقتی که اگر سخت آب میگیرید به طریق بینی آب به شکم رفتنش احتمال دارد و احتمال است که روزه شکند. بنابراین از این عمل هنگام روزه شخص روزدار باید خودداری کند. و سواک لا یؤثر علی الصیام، و مسواک کردن دندان به روزه تاثیر نمیرساند، بل هو مستحب، بلکه مسواک کردن، دندانها را تازه کردن خوب است، ثواب است. و مرغب فیه للصائم و غیره، برای شخص روزدارم و غیر روزدارم شریعت ترغیب کننده است. در همین شرح عمدة الاحکام چند حدیث های آیدی مسواک بود، ما شرح داده هستیم، میتونید به شرح آن برگردید. مسواک کردن، تازه کردن دندان، خواه با آن درخت هایی که طبیعی هست مانند عراق و زیتون و غیره، یا اینکه خواه به جای نشین ها که از این یعنی که دندان شویک های صنعی می شود، از آنها هم استفاده برده شود. مقصود شریعت تازه نگاه داشتن دهان، بلکه این کارها مستحب است، یعنی تازه نگاه داشتن دندان و دهان مستحب است. شریعت به این ترغیب کرده است، شوقمند کرده است، هوسمند کرده است، اجر و ثواب وعده کردگی است.
فی اول النهار و آخره علی الصحیح، بنابر قول صحیح در ابتدای روزم در آخری روزم براش اجازت است که دندانهایش را تازه کند. گفتم ولو طار الى حلقه غبار او ذباب لم يؤثر على صيامه، اگر به حلقش چنگ درآید یا پشه درآید بنابر قول صحیح تأثیری به روزه اش نمیرساند، چون که این قصدن نیست. و یجب علی الصائم اجتناب کذب و غیبت و شتم، و واجب است به روزه‌دار اینکه از دروغ، از غیبت، از حقارت خودداری کند، چون که این چیزا حرام است در غیر رمضان هم. و این سبه احدنا و شتم، اگر کسی او را حقارت کند یا دشنام دهد فلیقل انی صائم، گوید که من روزه‌دار هستم. یعنی من روزه‌دار هستم، من نمیتونم مقابله به مثل به شما انجام دهم، یعنی من نمیتونم یعنی به حقارت های شما جواب گردونم، من همین حقارت ها رو نمیتونم تکرار کنم، من روزه‌دار هستم، یعنی من باید خودداری کنم. فإن بعض الناس قد يسهل علیه ترک الطعام و الشراب، بعض آدم ها برایش ترک طعام و شراب آسان است، ولكن لا يسهل علیه ترک ما اعتاده من الاقوال و الافعال الردیئه، لیکن براش دشوار است ترک آن سخنها و فعلهای بدی که عادت کرده است. حقارتگو، زبانش پر از حقارت است، سخنهای عادی رو هم با حقارت میگوید. این آدم ها طعام ترک میکنه، شراب ترک میکنه 18 ساعت، لیکن سخنهای دروغ و حقارت و دشنام نمیتواند ترک کند. ولهذا قال بعض السلفی، بنابراین بعضی گذشتگان ما گفتن که اهون الصیام ترک الطعام و الشراب، آسانترین روزه این ترک طعام و شراب است. گفتم یعنی که دشوارترین روزه آنه که ترک حقارت، ترک دروغ، ترک غیبت، و بعضی انسان ها اگر غیبت نکنند نمیتونند زندگی کنند. فعلى المسلم ان یتقی الله و یخافه، بر ذمه مسلمان واجب است که تقوا کند، پرهیزگاری کند، از الله تعالی بترسد، و یستشعر عظمت ربه، و بزرگی پروردگار را حس کند، تصور کند، و اطلاعه علیه فی کل حین، و همیشه تصور کند که الله تعالی از او با خبر است در تمام حالتهایش، در تمام احوال، و علی کل حال در تمام حالتها الله از او با خبر است. و یحافظ علی صیامه من المفسدات والمنقصات، از تمام عملهایی که روزه را فساد میکند یا اجر روزه را کم میکند، از این عملها خودداری کند و روزه خود را محافظت کند. لیکون صیامه صحیحا، تا اینکه روزش صحیح شد. بعضی صحابه ها در مسجد می نشستند میگفتند که نحفظ صیامنا ولا نغتاب احدا، ما روزه‌مان را با این عمل حفظ میکنیم، محافظت میکنیم و کسی را غیبت نمیکنیم. در مسجد روی به قبله آورده می نشستند، با کسی سخن نمیکردند که سخن کنیم به غیبت میرود. گفتند با این طریق روزه خود را حفظ میکنیم، محافظت میکنیم. گفتم و ينبغي للصائم ان يشتغل بذكر الله و تلاوت القرآن و الاکثار من النوافل، و لازم است برای روزه‌دار اینکه با ذکر الله تعالی مشغول شود و با تلاوت قرآن مشغول شود و نمازهای نافله، ذکرهای نافله را بسیار کند. فقط کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المساجد، گذشتگان ما وقتی که روزه می داشتند در مسجدها می نشستند. و قالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا، و می گفتند که ما روزه خود را محافظت میکنیم، کسی را غیبت نمیکنیم. قال صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خیلی که امام بخاری روایت کردن، کسی که اگر سخن دروغ را و عمل کردن به سخن دروغ، یعنی غیبت، حقارت، دشنام، تهمت، این کارها را ترک نکند، الله تعالی به آنکه او طعام را ترک کرده و شراب را ترک کرده است حاجت ندارد. یعنی از این گرسنگی و تشنگی او چیزی فایده نیست برایش، حتی این را روزه ننامیدن، گفتن که این یک نوع گرسنگی و تشنگی است. فی غیر حالت صیام الا بعد التقرب الیه بترک ما حرم الله علیه فی کل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس فی دمائهم و اموالهم و اعراضهم. چون که عبادت و نزدیک شدن به الله تعالی پرره نمیشد
با ترک این چیزهای حلال. اصلا خوردن نوشیدن اینا حلال است. یک انسان از حلال خودداری کند و از حرام خودداری نکند. اما غیبت، دروغ گفتن، حقارت کردن، ظلم کردن به مردم، حق آنها را خوردن، خون آنها را ریزانیدن، مال آنها را نادرست استفاده بردن، حرام خوردن و به آبروی آنها تجاوز کردن، اینها در غیر رمضان هم حرام است. در رمضان هم حرمتش بسیارتر است. حرمت به معنای حرام بودنش زیاد است، یعنی گناهش کلان است. از حلال خودداری میکند و از حرام نه. این چه خیلی روزه میشود. بعد روی عن ابی هریره مرفوعا الصائم فی عباده ما لم یغتب مسلما او یؤذیه. از ابو هریره مرفوع روایت شده است که حدیث در مسند فردوس است، گفتند که روزدار در عبادت است مادامی که مسلمان را غیبت نکند یا اذیت نتید. روزدار از دمیدن صبح تا وقتی افطارش چند ساعته که هست در عبادت حساب میشد، اگر چه خواب کند، مادامی که غیبت نکند و اذیت ندهد. و عن انس ما صام من ظل یأکل لحوم الناس. از حضرت انس روایت شده است که در مصنف ابن ابی شیبه است، گفتند که روزه نداشته است آن آدمی که گوشت مردم را میخورد. از گوشت گوسفند خودداری کرده است، از گوشت شتر خودداری کرده است، از خوردن نان و شراب حلال خودداری کرده است و گوشت آدم ها را خورده است. چون که در قرآن الله تعالی غیبت را به خوردن گوشت مسلمانی خود مرده، به مسلمانی که مرده است به همان مانند کرد. گوشت برادر خوری گفت غیبت را. بنابراین این آدم از گوشت حلال خودداری کرده است و از گوشت حرام خودداری نکرده است، غیبت میکند. گوشت، اگر انسان گوشت که خورد غالبا دهانش بوی بد میکند و چی باشد حال آن آدمی که گوشت آدم ها را میخورد. بنابراین از دهان شخص غیبتچی بوی بد می آید. گفتم فالصائم یترک اشیاء کانت مباحه فی غیر حالت صیام. آدم روزدار ترک میکند چیزهای مباح را فی غیر حالت صیام، اگرچه روزدار نباشد هم گاه از چیزهای مباح خودداری میکند. فمن باب اولی ان یترک الاشیاء التي لا تحل له. به طریق اولا که باید از چیزهای حرام خودداری کند. فی جمیع الاحوال، در تمام حالتها، خواه روزه باشد خواه روزه نباشد، از کارهای حرام خودداری کند. لیکون فی عداد الصائمین حقا، یعنی در ماه رمضان علل خصوص از چیزهای حلال هم خودداری کند و از چیزهای حرام هم خودداری کند، تا اینکه از جمله روزدارهای باشد که حقیقی روزه داشته است. روزه این خودداری هست. در شریعت خودداری از طعام و از شراب و از جماع هست، ولیکن خودداری از مطلقی گناه هست که در ماه رمضان الله تعالی با حکمت خود حتی از خوردن طعام و شراب و از نوشاکی های حلال هم مردم مسلمان را منع کرد. این بود شکننده های روزه بیان کردیم تا اینکه شما از این چیزها احتیاط باشد و روزه شما صحیح باشد. از الله تعالی علم نافع و عمل صالح میپرسیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.